салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. 23 октябри 2020 сол аст имрӯз ва ҷумъа. хабарҳоро аз Маскав шурӯъ мекунем. дар ду хати метрои Маскав аз 2 ноябр дар соатҳои муайяни субҳ тахфифи 50% ҳақи роҳкиро роҳандозӣ мегардад, гуфтааст раиси шаҳри Маскав Сергей Собянин. тарофаи коҳиши ёфта нисбати мусофироне ки ба ҳар гуна истгоҳҳои хатҳои Таганско, Краснопресненская ва Некрасовская аз кушодашавӣ то соати 7:15 дақиқа ва аз соати 8:45 то 9:15 дақиқаи саҳарӣ ворид мешаванд татбиқ хоҳад шуд, навиштааст Сергей Собянин дар веб-блоги худ. ҳадафи озмоиш коҳиш додани сарборӣ дар метро дар вақти пуррафто ва имкон додани мусофирон барои нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ мебошад. шаҳр додааст шаҳрдори Маскав. дар рӯзҳои корӣ тахфиф то 22 рубл пешбинӣ шудааст. роҳкироҳо дар метро барои онҳое ки аз нақлиёти ҷамъиятии шаҳр иваз мешаванд низ арзонтар хоҳад шуд, гуфта мешавад дар шарҳи хабари мазкур. идомаи хабарҳо мегузарем ба мавзӯи дигар. мақомоти Тоҷикистону Ӯзбекистон барои барқарор кардани парвозҳо байни Тошканд ва Душанбе мувофиқа карданд, менависад Спутник Ӯзбекистон бо такя ба вазорати нақлиёти ин ҷумҳурӣ. طبق معلومات پیشکی نخستین پرواز هواپیماها بین پایتخت‌های تاجیکستان و ازبکستان روز 28 اکتبر از سر گرفته می شود. پروازها از تاشکند به دوشنبه هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه انجام داده می شود. هواپیماها هفته یک مرتبه روز پنجشنبه از پایتخت تاجیکستان به پایتخت ازبکستان پرواز می کنند. گفته می شود که قبلا جمهوری تاجیکستان از 1 ایول برقرار کردن پروازها با برخی از شهرهای ازبکستان را برنامه‌ریزی کرده بود، اما با دلیل وضع نااستوار اپیدمیولوژی در منطقه این تصمیم موقتا بازداشته شده بود. خبرهای روز را مستقیما میشنوید. نماینده رسمی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان گلمیرا بروبایوا با خبرنگاران در مورد چگونه شهروندان میتوانند از قلمرو قرغیزستان به تاجیکستان وارد شوند جواب مشخص داده است. طبق اطلاع نماینده خدمات مرزبانی، تنها شهروندان تاجیکستان میتوانند سرحد قرغیزستان را آزادانه عبور کنند و به تاجیکستان وارد شوند. اینچنین استثنا به رانندگان نقلیات بارکش بین المللی نیز داده شده است که به انتقال مال و کالا مشغولند. علاوه می‌گردد که پیش از سفر شخص شهادتنامه نتیجه منفی سنجش کرونا ویروس را باید با خود داشته باشد که سنجش آن نباید از 72 ساعت بیشتر داده شده باشد. این چاره از طلبات‌هایی است که اکثر کشورهای دنیا از روی آن عمل نموده در سمت سری وقت آشکار ساختن و به تبوبت فرا گرفتن شخصی مبتلای کرونا ویروس بوده، همچنین بهره تامین امنیت سلامتی دیگر نفران نیز روانه گردیده است. خاطر رسان میکنیم که حالا عبور آدمان به واسطه نقلیات در قسمت مرزی تاجیکستان و قرغیزستان موقتا بازداشته شده است. نشر خبری را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان میشنوید. نظر به وضع منطقه میکنیم. جلسه نوبتی سیوم مشورتی پرزیدنت های جمهوری های آسیای مرکزی که میبایست امسال در بشکک برگزار میشد به علت پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شد و احتمال در ترکمنستان برگزار شود. در این باره روز 22 اکتبر وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف خبر داد. مینویسد سنترال آسیا. متاسفانه بنابر شرایط موجوده با کرونا ویروس و نامعینه دوامدار درباره زمان رفع این پاندمی تا آخر سال با گمان است که برگزاری جلسه نوبتی مشورتی سیوم امکان پذیر باشد، گفته است عبدالعزیز کامیلوف. به گفته وی ترکمنستان پیشنهاد کرده است که ملاقات سیوم در سال 2021 برگزار شود. ما که رئیس شورای مشورتی هستیم این پیشنهاد ترکمنستان را کاملا دستگیری میکنیم و امیدواریم که نشست نوبتی کشورهای مشورتی آسیای مرکزی را با برنامه وسیع و پرمضمونتر برگزار کنیم، گفته است وزیر کارهای خارجه ازبکستان. به عقیده او پس از ملاقات در ترکمنستان نشست نوبتی میتواند در بشکک برگزار گردد.
пешниҳод доид ба баргузории вохӯриҳои машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ соли 2017 дар иҷлоси 72-юми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йорк аз ҷониби президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев пешниҳод шуда буд. Аввалин чунин вохӯрӣ моҳи марти соли 2018 дар пойтахти Қазоқистон баргузор гардид, дуввуми дар моҳи ноябри соли 2019 дар Тошканд که در آن سندهای برگزاری آن قبول کرده شدند و در نهایت جلسه سیوم در بشکک به نقشه گرفته شده بود. اما با سبب پاندمی کرونا ویروس و وضع نااستواری اپیدمیولوژی در منطقه برگزاری این جلسه زیر سوال رفته است. از روسیه به ازبکستان می رویم و خبرها را در مورد کرونا ویروس ادامه می دهیم. در ازبکستان حالتهای سرایت دوباره کرونا ویروس ثبت شده است. نرگیزه نوراللهی و عضو ستاد مبارزه با کرونا ویروس نزد وزارت تندرستی در این باره روز جمعه در بریفینگ به خبرنگاران اطلاع داده است. می نویسد подробно.uz. با گفته وی کرونا ویروس سرایت نو به حساب می رود و صرف نظر از تولید آنتی‌تله ها در بدن درجه تاب‌آوری و دوامداری عمل آن معلوم نیست. امروز در جمهوری ما حالتهای سرایت دوباره به کرونا ویروس موجودند. با وجود این ما باید از نقطه نظر علمی اطمینان حاصل کنیم که این واقعا چنین است، گفته است نماینده استاد فوری در نزد وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان. یک ماه قبل سرناظر دولتی سانیتری ازبکستان نورمات اتابکوف گفته بود که در این موسم اپیدمیولوژی احتمال سرایت دوباره به کرونا ویروس استثنا کرده می شود. متخصص قید کرده بود که آنتی‌تله های استحصال شده حتی در مقدار کم می توانند با ویروس مبارزه برند. پیشتر در نیدرلند اولین مرگ در جهان پس از سرایت دوباره به کرونا ویروس ثبت شده بود. یک زن 89 ساله پس از 2 ماه طبابت اولیه طبیبان دوباره در بدن او تشخیص کووید 19 را تشخیص نمودند، معاین نمودند که بعدتر او فوت کرد. از آغاز پاندمی باشد در ازبکستان 63633 حالت به قید گرفته شده است که 61734 نفر شفا یافته، 541 نفر قربانی کرونا ویروس گردیدند. در آخر به تحولات ورزشی نظر میکنیم. جنگاور معروف روسیه ҳабиб نورمагомедов فردا 24 اکتبر در فایت ایلند در ابو-даби با جاستین گاتҷӣ برای عنوان قهرمانی UFC رقابت میکند. مبارزه برای عنوان قهرمانی بین ҳабиб نورمагомедов و جاستین گاتҷی در دوره مسابقه UFC 254 در ابو-даби در مجمع ورزشی برای این مسابقه در جزیره آماده شده برگزار می شود. این مبارزه به طور قانونی یکی از رویدادهای مهم MMA در سال 2020 ثابت می شود و انتظار می رود که در بین مخلصان هیجان انگیز زیاد به عمل آید. جنگاور 32 ساله داغستانی ҳабиб نورمагомедов در 28 مبارزه 28 پیروزی به دست آورده است. جاستین گاتҷی امریکایی 31 ساله باشد، 22 مبارزه 20 پیروزی و 2 شکست دارد. در نشست مطبوعاتی نهایی پیش از مبارزه ҳабиб نورمагомедов مهارت استفاده حریف را ستایش کرد، اما اعتراف کرد که کوشش خواهد کرد تا حریفش را 100 مرتبه به زمین زند. در نوبت خود جاستین گاتҷی گفته است که از قهرمانی فعلی در مبارزه کمی ندارد و گفت که چگونه روز شنبه پیروز خواهد شد. طبق عنعنه پرزیدنت چمپیونات‌های مبارزه مطلق دان ویت نیز به وسایل اخباری او صحبت کرد. رهبر UFC از هر دو مبارز ستایش کرده هر دو را ارزنده این جایزه دانست، ولی درست شد که این ورزش است و باید یکی از آنها قهرمان و دیگری مغلوب شود. از این رو که غالب می شود این رو وقت نشان خواهد داد، تاکید داشته است رهبر UFC. آخرین تحولات های تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. امروز 23 اکتبر جمعه 2020 سال است. سلامت باشید.